سلام بچه ها، من امیچم. خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو و اگر خوشتون اومد لایک اون پایین رو زحمت بزنید و اگر هم دوست داشتید سابسکرایب چنل هم فعال کنید. عرضم حضور شما که امروز اومدیم با گیم اسکیجول وان و میخوایم که بازی کنیم ببینیم چی جوریه، داستان از چه قراره. خب چون من یه مقدار انگلیسی ضعیفی دارم، خب بذار اینجا رو اسکیپ کنم. برای ترجمه بازی مجبور میشیم که از گوگل عزیز چیز بگیریم، کمک بگیریم. بله توجی این گوشیه چرا اینجوریه؟ خب اینم از این ترجمه میذاریمش اینجا. باش خب میرسیم به بخش جذاب. من گیم پلیشو که دیدم باید کرکتر بسازیم. کرکتر میخوام قشنگ یه آدم خماری بسازم، سفید. حاج آقا اخی چقدر از این خوشم، همینو برمیداریم. اوه نه من همون ترجیح میدم همیشه. خب اینا چیه؟ لبخنده ترجیح میدم پوکر فیس باشن. ریش میذاریم او ریش. این هم که فکر کنم این چیه؟ چرا من اینو نمیفهممش؟ آها چروک صورت. چون تریاک فروشم خب پیر شدم دیگه، اینقدر تریاک فروختم. تریاک که نمیفروشیم اینجا، ماری جوانا میفروشیم. ماری جوانا، من به ماری جوانا میگم ماری جوانا. دلیل داره که سر کلاس دبیر به ماری جوانا ماری جوانا. چشا قرمز معتادی دیگه، طبیعیه چشا قرمز باشه. چشا قرمز به حداقل چشا درو، نه حداقل چشای کسی که معتاد کوچیکه یا بزرگه. این دیگه هیته کاری بنده نیست. این انگار یه چی توشه. خب از یه سمت یه چیزی بهش وارد شده چشاش اینقدر، نه یه چیز معمول خوبه. این به نه چشا خمار. این هم به اندازه هم. خب نکست. اینا ابرو. نه ابروشو میخوام اینجوری بذارم، خیلی عجیب خوبه. موکت ابرو نیست که. بیا اینم کلوفتیش هم خوبه. باریکلا عصبانی هم هستم. هر کی ازم جنس نخره میزنم پدرشو در. ولی روحی هم لطیفه، تیشرت بنفش میپوشم. دقت کنید. شلوارم هم لی، کفشم هم لی. کفشم هم تا مشکی بپوشم. مشکی داداش. کفشاش چه مدلاییه؟ باریکلا این چیه؟ این لخته که پاش چیزی فکر نمی کنم باشه. نه همین خوبه. نه 6 جیب نداره. بد شد این، بد شد، خیلی بد شد. خب 6 جیب باید داشته باشه. این جیب داره دوتا، خوبه همین بس. پیرن آیا میخوام سیس دبیرا لباس بپوشم. یه لحظه وایسا. الان بند میشم. کفشم همون عزیز دل. سیس دبیرا اینجوری میان سر کلاس. دبیری که تریاکی باشه چون چشاش قرمزه. اینو در نظر داشته باشید همیشه. عرضم حضور شما که این چیه؟ بله؟ کلاه نه خوش نیایه من. عینک. به چه عینک زیبایی داداش. خوبه دیگه. رنگش هم میتونیم تغییر بدیم. پشمون چقدر جزئیات آجی. مشکی دیگه. عینک رو دیگه من رنگ دیگه. تمام شد. کرکتر به همین سرعت ساخته شد. باریکلا. خب عرضم حضور شما که این گوشه
می نویسه مأموریت همونو. ما با استفاده از این کیه برم وای گوشیم افتاد. چیزی نیست من زنده. خب کو یارو داش تو به سیست میکن. تو خودت مواد فروشی انگار. چرا این شکل؟ این چیه من وایسا آجی جیبشو بزنم. جیب میشه سر؟ یعنی تو جیب بری هم شانس نداریم. چیه؟ این همه چپ چپ نگاه کن و فلان و بیسار و همش باد. جیب اینو میخوام بزنم. اصلا بازی رو ول کردم. جیب بریه. شبیه ساز مواد مخدر فروشی چیه بابا؟ جیب بری. خیلی عقب نشستم. خانم من ندید. عالیه. خب ولش کن. مثل اینکه بازی دوست نداره جیب بری کنی. این عرضم بزرگ شما که وقتی که خب الان اون گوشه چی نوشته بر ما؟ یه لحظه ببخشید اون گوشه ترجمه. اون گوشه خدای من چطور ممکنه؟ اون گوشه نوشته که اینترنت هم قطع بود. همچنان قطع. دلش میکنه. بریم جلو. چیزی که من دیدم تو گیم پلی ها این که اینجا پول هست. باریکلا. خب اینو بعد فکر کنم بعد میومد یارو از اینجا خونه اجاره میکرد. اتاق میگرفت. کو یعنی چی؟ این بعد خونه به ما میداد. خیلی ممنون از شما داداش. خیلی داره زحمت میکشه برای اینکه اتاق اجاره بده به ما. شروع کسب و کاره ها باید همینجوری شروع کنیم. عرضم حضور شما که ببینیم میتونیم خونه بگیریم از این. بچه خانم ممنون از شما. این بابا کار نداره. این بابا به ما داره ور میره. خب این ترجمه رو من گردن بگیرم یه لحظه. خب کیبورد یکم بلیم بالا. خب ببینیم که حاجی جیب بری جیب بزنم جیب مثل که دوازی شروع نکنیم هیچ چیزی نداره. نوشته گوشی خود را باز کنید دکمه پیام ها ما باید بخونم. پیام من و سلام علیکم. خب با چی؟ خب بعد چی؟ اینجاست که سخت میشه. بعدش چه باید کرد؟ بعدش فکر کنم باید بریم این مغازه نوشته که شروع کنیم از طریق تلفن عمومی صحبت کنیم. تلفن عمومی کو؟ اوی این هاشش الان خب آج آقا این همه خمارتره. بد شد. خب کی تیک تو من فکر کنم الان دیگه آج خانم حالا یه خونه به ما اتاقی $75 چه خبرته؟ فکر کنم گفتش که این اتاق اولیه رو داد به ما. ببینیم که چه اتاقی. خب حاجی تو بازیش یه سری گیم ها داره آدمو فشاری خیلی ممنون از شما. این چیه؟ خیلی ممنون از شما. خب
خب بعدش اون چی بود من دیدم؟ چرا همچین چیزی وجود داشته اون که تو تلویزیون آخه تو هتل نکنید زشته. خب فکر کنم الان باید بریم خرید. از آقاه چی باید بخرم فقط مسئله است. اصلا دارم یه دستی بازی میکنم، این مسئله اینه که چی میخوایم بخریم. خب رعشه دستم دارم. خب امون باز تلفن عمومی. آجی این چقدر از تلفن عمومی استفاده گوشی دارم. خب گو تو. خب با کلیک چپ مش میزنم. خب وایستا ببینیم الان باید چه کنیم. خب یه دونه سول یه دونه. خب وایستا الان به تو میگم یه دونه سول یه دونه از این دستگاه ها یه دونه هم از اینا. خب اشتب زدیم. اول باید بریم پولمونو توی اینجا تبدیل کنیم به پول تو کارت. بعد پولو بریزیم اونجا که خدا بیامرز دوست داشت. $300 میریزیم اینجا و ممنون از لطفتون. بریم حالا خرید کنیم. ممنون از شما. همون لیست قبلی ما رو بهمون بدید ممنون میشم. اینجا میگه که چه باید کرد؟ بایست من ببینم چی میگه آقای پیرمرده عمو ویلسون بود اسمش. خب فروشنده مواد مخدر رو باید بزنیم که بعدا بتونیم ازش بذر ماریجوانا رو بتونیم بگیریم. بله خب یه دونه کودم بهمون جایزه داد. هورا بریم بابا بریم. این چی بابا فلجم علی پلیس اینقدر من گنگم بالاست که علی بپر پر خب باریکلا رسیدیم اینجا. نوشته که من یه لحظه وایسا به نوشته یارو خودم کار نداشته باشم دارم این سه چیزا خب اینو اول باید چه گیروفیکی باریکلا جزئیات. تازه این نسخه دمو این بازیه، یعنی این نسخه فریش که گذاشتن توی استیم که اگه اینم اینجا میشه آب کرد. باریکلا. خب اینجا واقعا خیلی دارم یلخی و دینی آب میزنم احساس میکنم. خب چه کار باید بکنیم حالا؟ یه لحظه من دوباره ارزم به حضور شما که از امویسون بابا باز تلفن عمومی چه خبرتون؟ پاش بگیرم میتونم بقیه نمیتونم بقیه رخیص کنم. خوشحال شدم حاجی. بعد این تلفن عمومی وسط شهر داره زنگ میخوره من باید برم جواب بدم. هیچ آدم کنجکاو دیگه ای نیست که بره جواب بده. کجا باید بریم؟ خب وایسا عمو ویلسون جانم. خب اینجا فکر کنم یه دونه چقدر پول داریم؟ خب 21 ثانیه دیگه عمو ویلسون میاد برامون جوجو میذاره سر جاش. یه لحظه من $30 بود نمیدونم زدم کش پرداخت میکنم یه چیز یه 30
$30 پول میگیرم. ویلسون لوکیشن هم فرستاد. 31 متر. خوجی داره، شب میشه الان پلیسا میان. میدونم که تو این بازی نباید بیشتر از 5 صبح بیرون بمونی. هم اینجا گذاشتتش همون برامون. جانم همون دمت گرم، هستم زیاد همون کارش درست آجی. همون برامون این چیز میمونه، سوپرمارکتی دیانی. آژیر خطر چی میگه؟ آب بخواد در رو ببند. دید خب اینجا باید به این آب بدیم. الان آب نداره. خب بخی بارکلا. آها خب الان فکر کنم عمو ویلسون داره میگه سلام علیکم. فعلا چیز نمیخوام ازت عمو ویلسون. حاجی چرا ویلسون معنی چیز کرده بود گوگل ترنسلیت؟ چی ما بهش بگیم؟ چی عمو کی بگیم؟ یه عمویی بهش بگیم. حاجی صدا پلیس میاد. عمو بهش میگیم عمو. بذار رنگ اینو آبی تو حاجی. نه همون رنگ خودش بهتر بود. خب بچه‌ها روز اول کلا 50 تا XP گرفتیم، هیچ غلطی نکردیم. یک روز گذشت و به نظر من بقیه‌شو دیگه بذاریم برای پارت بعدی ویدیو. اگر دوست داشتید که ادامهش بدیم دوباره بازی کنیم، البته چون اولین ویدیو یوتیوب همه و قرار نیست کسی قطعا کامنت بذاره، ولی خب اگر خوشتون اومد از بازی با یه دونه کامنت، با یه دونه لایک، با یه دونه ساب خیلی خوشحال میشم. ممنون که تا اینجا ویدیو دیدید و دیگه همین دیگه. خداحافظ.